تفاوت دیابت نوع 1 و نوع 2 چیست؟ خیلی ها فکر می کنند دیابت نوع 1 و نوع 2 فقط اسمشان فرق دارد، اما در واقع علتشان کاملا متفاوت است. تصور کنید انسولین مثل یک کلید است که در سلول های بدن را باز می کند تا قند وارد سلول شود و به انرژی تبدیل شود. در دیابت نوع 1 بدن دیگر این کلید را نمی سازد، یعنی پانکراس تقریباً تولید انسولین را متوقف می کند. بنابراین فرد از همان ابتدا به تزریق انسولین نیاز دارد. اما در دیابت نوع 2 کلید هنوز وجود دارد، ولی قفل‌ها دیگر مثل قبل به آن جواب نمی دهند. یعنی بدن به انسولین خوب پاسخ نمی دهد و قند در خون باقی می ماند. به همین دلیل در بسیاری از افراد ابتدا با تغذیه، ورزش یا دارو می توان بیماری را کنترل کرد. پس اگر بخواهیم خیلی ساده بگوییم دیابت نوع 1 کلید وجود ندارد. دیابت نوع 2 کلید هست، اما قفل درست کار نمی کند.